شاید برای خیلی از شما عزیزان پیش اومده باشه که توی تکنیک خیس در خیس وقتی کار شما خوش میشه میبینید کار شما بسیار تاب برداشته. بارها از من پرسیدید که به چه روشی میتونید این کار رو به صورت صاف در بیارید که زمانی که توی فریم قرار میگیره فاصله و یک گپ کوچیک بین پاسپارتو و اثر ایجاد نشه. دوستان، اثر رو شما میتونید از پشت روی اتوی پرسی قرار بدید. اتوی پرسی رو روی دمای کتان قرار میدید و فقط کافیه که اون رو در حد چند ثانیه نگه دارید. کاملا متوجه میشید که چقدر راحت میتونه مقوای شما که عمده بافت اون تقریبا 100% اون از کتان تشکیل شده میتونه صاف بشه. من دقیقا این قسمت رو به شما نشون میدم. میبینید این قسمت کاملا صاف شد و این ساید کار همچنان تاب داره. برای کارهای کوچیک، برای کارهای بزرگ من از این روش استفاده میکنم. میتونید باز ببینید این روش هست و چطور من میتونم تاب مقوایی که الان لبه های اون برگشتن رو صاف بکنم. اگر احیانا در منزل اتوی پرسی ندارید میتونید از اتوی معمولی استفاده کنید، بدون حالت بخار روی سطح صاف مثل سطح چوبی قرارش بدید، یک پارچه کتان پشت اون پهن کنید و اون رو صاف بکنید. به همین سادگی شما میبینید که این کار در این قسمت ها صاف شد و نیمه دوم رو هم صاف میکنم. این کار آماده هست که بره برای قابسازی و برای پاسپارتو بدون اینکه هیچ گونه مشکلی داشته باشه. دمای کتان مدت زمانی که توی اتوی پرسی میمونه 5 تا 8 ثانیه بیشتر نیازی نیست و کاملا کار شما صاف خواهد شد. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی لذت برده باشید و بتونید آثارتون رو کاملا صاف و فلت تحویل قابسازی بدید. موفق و پیروز باشید.